زاهد و کنیزک بیمار. در شهری که آفتاب هر صبح با هزار رنگ از دل دشتهای سبز سر میکشید، زاهدی میزیست که نامش ابراهیم بود. مردی شناخته شده میان مردم، به پاکدامنی و پرهیزکاری شهره بود. خانه‌اش ساده بود: 4 دیوار گلی، 1 فرش کهنه، چراغی نفتی و طاقچه‌ای پر از کتاب‌های کهن. هر شب تا سحر به عبادت می‌نشست و هر روزه را روزه می‌گرفت. مردم چون او را می‌دیدند با احترام سر فرود می‌آوردند و کودکان نامش را با شگفتی در کوچه‌ها زمزمه می‌کردند. اما در دل ابراهیم رازی بود که کمتر کسی می‌دانست. او با همه زهد و تقوا در ژرفای وجودش احساسی خاموش میزیست، تمنایی انسانی که همیشه کوشیده بود آن را در پرده پنهان کند. این راز زمانی بیدار شد که روزی مردی بازرگان برای شکرانه سفر امنش به زاهد هدیه‌ای آورد: کنیزی جوان، زیبارو و آرام چهره که نامش رابعه بود. زاهد با دیدن کنیز نخست برآشفت و گفت: ای مرد، من درویشم، به کارم زن و کنیز نمی آید، چرا مرا در بند دنیایی چنین می کنی؟ اما بازرگان پاسخ داد: ای شیخ، نپندار که این هدیه برای هوس است. این دختر یتیم است و در خانه من تنها بود. چون دانستم تو اهل خیر و بزرگواری، او را به تو سپردم تا همچون پدری نگهداریش کنی. زاهد خاموش شد، دلش به دخترک سوخت، نمی توانست او را بازگرداند. پس پذیرفت و او را در خانه خویش نگاه داشت. رابعه با چشمهای سیاه و صدایی نرم روزها در کار خانه یاریش میکرد و شبها کنجی آرام مینشست. حضورش هرچند خاموش خانه زاهد را رنگی تازه بخشیده بود. اما روزگار همیشه آرام نمیماند. چند ماهی گذشت که رابعه بیمار شد. تب چهره اش را چون شعله‌ای داغ کرده و لرزش اندام نحیفش را فرا گرفت. زاهد که خود عمری با درد و ریاضت خو گرفته بود، اکنون به لرزه افتاد. هر بار که میدید دخترک بر بستر نحیف مینالد، دلش میلرزید، نه از سر شهوت که از شفقت و مهری پنهان. یک شب چون تب او بالا گرفت، زاهد بر بالینش نشست، قطره‌ای عرق از پیشانیش پاک کرد و زمزمه کرد: ای خداوند، من عمری به عبادتت نشستم و هر چه کردم برای رضای تو بود. اکنون این دختر بیپناه را از دست بیماری برهان. اما بیماری فروکش نمی کرد. زاهد درمانده شد تا آن شب هرگاه در برابر مشکلی قرار می گرفت، تنها به دعا و توکل پناه می برد. ولی این بار قلبش بیقرار بود. حس می کرد دعای او به سقف می خورد و باز می گردد. صبح روزی یکی از مریدانش به دیدار آمد و زاهد با اضطراب گفت: ای پسر، چه باید کرد؟ این دختر در بستر مرگ است و من درمانده ام. مرید گفت: شیخا، چرا به طبیب شهر نمی روی؟ مگر نگفتند تداوی کنید که خدا درمان را در دل داروها نهاده است؟ این سخن چون
پتکی بر سر زاهد فرود آمد. عمری به مردم آموخته بود که از اسباب دنیا دوری کنند و همه چیز را به دعا بسپارند، اما اکنون خود نیازمند دست طبیب شده بود. در دلش کشاکش افتاد. آیا رفتن به طبیب نشانه ضعف ایمان است؟ یا شاید عین توکل است، چرا که خدا درمان را در اسباب نهاد. آن شب زاهد در سجده نشست و با خود گفت: ابراهیم، عمری به مردم گفتی دل به دنیا مبند. اکنون خود دلبسته دختری شده ای که در بستر بیماری افتاده. این چه رازی است؟ آیا محبت او دامی است که شیطان گسترده، یا نوری است که خدا در دل نهاده است؟ و اشک آرام بر